آقا چرا یک مسلمان باید حجاب داشته باشه؟ چرا باید شما یک زن رو محدود بکنی که آقا شما باید حجاب داشته باشی، باید پوشش داشته باشی؟ کجای حجاب محدودیته؟ یه نکته دیگه هم باید ما بدونیم، حجاب مخصوص خانم ها نیست. فقط خداوند میگه به مردان مومن بگو چشماشون رو نگه دارن. این حجاب چشم برای مرده و حجاب پوشش برای یه خانمه. پوشش داشته باشی مناسب. آقا مگه من انسان نیستم؟ مگه من آزاد نیستم؟ مگه من اختیار ندارم که خب پوششم رو خودم انتخاب بکنم؟ خب چرا برای من محدودیت میذاری؟ نه ببینید، هیچ کسی بهتون نگفته شما داخل خونه حجاب داشته باشید. صحبت ما رو بحث اجتماع هسته. شما بیرون داری میری. اسلام بهتون گفته داخل اتاق خوابتون چی بپوشید؟ نه، اصلا بهتون کار نداره. شما آزادید. ولی بحث ما رو بحث اجتماع هستش. ولی کوچه و بازار حریم خصوصی من و شما نیستش. اونجا یک محیط اجتماعیه. همینایی که شما میگه من داشته باشم، خب حالا پوشش نداشته باشم چی میشه؟ خب من چشممو حفظ میکنم، آقا طرف مقابل باید حفظ بکنه. این چه کاریه؟ ما مگه انسان نیستیم؟ بله انسان. خب بعد آقا اختیار داشته باشی، آقا چشمت رو باید حفظ بکنی. خب چرا نکنن؟ شما از یه چهارراه میتونی چشم بسته رد بشی و نگاه هم نکنی چرا قرمزه. اگه بعد ماشین بهتون زد میتونی برین شکایت بکنی از ماشین. ما در مورد پوشش تو اجتماع داریم صحبت میکنیم. الان یه کارمند زن تو اروپا میتونه با هر پوشش دلش بخواد بیاد؟ قطعا نمیتونه. پوشش ها رو شرکت ها تعریف میکنن و اونا طبق اون تعریفی که یه شرکت داره میتونه اونجا بیاد. تو آمریکا تو شرکت اپل یک فردی میتونه با شلواری که یک آقا بره کار بکنه؟ قطعا نمیتونه. باید کت و شلوار داشته باشه، کراوات هم داشته باشه. چرا اونجا بحث آزادی و اینا نیستش؟ آقا اون خب قوانین خود همون شرکت. خب اینم قوانین اسلامه. چطور اون برای شما محترمه و مهمه؟ قوانین یک دین براتون مهم نیست؟ اصل سوال من این است، شما ما در مورد حریم خصوصی شما صحبت نمی کنیم. ما در مورد خونه شما صحبت نمی کنیم. ما در مورد کوچه و بازار داریم صحبت میکنیم. چرا این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنید؟ آقا مگه این بده که اسلام بیه خانم میگه شما با ارزشی، هر چشم بی ارزشی نباید شما رو نگاه بکنه، شما خیلی بالایی؟ کجا این بده؟ خب چرا بعضی از مسلمان‌ها زمانی که پاشونو از کشورشون از اون محدودیتی که هست پاشونو میذارن بیرون سریع لخت میشه طرف؟ مثلا پوشش براش معنی نداره. چون حجاب قبل از اینکه پوشش باشه حجاب ارزشه. یعنی من نتونستم برای یه خانم ارزش گذاری بکنم، نتونستم از ارزش های حجاب بگم، صرفا تبدیل براش شده به یک پوشش با اجبار که این پوشش با اجبار رو برای خودش محدودیت میدونه، فقط دنبال یه فرصت میگرده تا از دست این پوشش خلاص بشه. من فکر میکنم علتش اینه که ما ارزش گذاری نکردیم درست. بابا طرف مسلمانه، چطور براش ارزش نداره؟ چطور میشه که آقا ارزش نداشته باشه براش؟ من داخل خانواده به خانواده خودم در مورد حجاب نمیگم، چون خودم نمیدونم. داخل مساجد به ما نمیگن، داخل مدارس به ما نمیگن، داخل حوزه به ما نمیگن، داخل دانشگاه به ما نمیگن و مجبور میشی یه پوشش انتخاب بکنه که هیچ اطلاعاتی در موردش نداره. و از اون طرف هم دشمنان اسلام دارن کار فرنگی میکنن که این محدودیته، این حجاب اجباریه، این پوشش اجباریه، شما رو داخل قفس کردن. خب ما چه انتظاری داریم از یه دختر مسلمان که بیاد این پوشش براش تبدیل به یک ارزش بشه؟ چون این ارزش گذاری اصلا براش نشده و دنبال فرصتیه که از دست این پوششی که به اجبار رو سرش گذاشتن یا تنش کردن خلاص بشه. چون من ارزش گذاری نکردم.